به نام خدا. سلام. این اولین ویدیوی این کاناله و قراره که درش یک زندگی نامه خیلی سریعی از جک ما خالق گروه علی بابا رو بشنویم. جک ما که اسم اصلیش مایون هست یک کارآفرین خیلی خفن چینیه که بنیانگذار گروه علی باباه. شاید علی بابا رو به عنوان یه وبسایت فروش محصولات مختلف بشناسید. اما واقعا خیلی بزرگتر از این حرف هست. این گروه شامل چندین شرکت و وبسایت زیر مجموعه میشه که هر کدوم از این شرکت ها و وبسایت ها برای خودشون یک غولی به حساب میاد. جک ما اولین شخصیت چینی که تصویرش روی مجله فوربس قرار گرفته و بر اساس شاخص میلیاردهای بلومبرگ دارایی خیلی زیادی داره که ثروتمندترین مرد چین و 18مین ثروتمند دنیا به حساب میاد. جک ما در سال 1964 در هانگژو چین به دنیا میاد و پدرش یک عکاس و مادرش در یک کارخانه کار میکرده که هر دوی اونها یعنی پدر و مادرش در زمینه موسیقی و هنرهای نمایشی هم فعالیت میکردن. ولی با این وجود درآمد کافی نداشتن. در واقع جک ما توی یک خانواده فقیر زندگی میکرده. شاید جالب باشه بدونید یکی از سرگرمی‌های کودکی جک دعوا دادن بین جیرجیرک ها بوده که اونها رو میگرفته و به جون هم مینداخته و خودش لذت میبرده. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به هانگژو چین سفر میکنه تا با رئیس جمهور این کشور یعنی مائو دیدار کنه. وقتی که اخبار سفر ریچارد نیکسون توسط حدود 100 خبرنگاری که همراهش رفته بودن پخش میشه در جاهای مختلف دنیا، این باعث میشه که هانگژو به یک مقصد گردشگری تبدیل بشه و گردشگرهای زیادی به شهر جک ما یعنی هانگژو بیان. جک ما هر روز صبح خیلی زود بیدار میشده و فاصله طولانی خونه تا هتل رو با دوچرخه رکاب میزده و راهنمای توریست هایی میشده که به شهرشون میومدن. همین امر باعث میشه که جک ما به زبان انگلیسی علاقه‌مند بشه و زبان انگلیسی رو یاد بگیره. جک ما انگلیسی رو رایگان و از گردشگرها یاد میگیره. خودش میگه هر روز صبح از ساعت 5 جلوی هتل انگلیسی میخوندم و گردشگرهای خارجی بسیاری از آمریکا و اروپا میومدن. من اونها رو به صورت رایگان به دیدن دریاچه باختری میبردم و آنان به من انگلیسی میآموختن. 9 سال تمام بدون توجه به اینکه باران میبارید یا برف زمین را سفید پوش میکرد من به این شیوه انگلیسی تمرین میکردم. داستان نام مستعار جک به زمانی برمیگرده که به عنوان راهنمای گردشگران خارجی مرتب به هتل رفت و آمد میکرد و با اونها ارتباط میگرفت. تلفظ اسم مایون برای انگلیسی زبانهای هتل سخت بود. به همین دلیل یک گردشگر آمریکایی که پدر و شوهرش جک نام داشتن این نام رو به مایون پیشنهاد میدن و از اون زمان به بعد مایون در زبان انگلیسی به نام جک ما شناخته میشه و گردشگران اون رو با عنوان جک ما صدا میکردن. تأسیس علی بابا شروع کارآفرینی و فعالیت اقتصادی جک ما نبوده. در واقع شروع فعالیتش راه اندازی یک دفتر ترجمه با نام هانگژو هیابا بوده که 5 نفر هم کارمند داشته. جک در این باره میگه مجبور بودم روزها تدریس کنم و فرصت نداشتم تا در کار ترجمه کمک حال دیگران باشم. ولی بسیاری از آموزگاران بازنشسته کاری در منزل نداشتند و مستمری ناچیزی هم می‌گرفتند. به همین دلیل می‌خواستم یک بنگاه ترجمه راه اندازی کنم و به یک واسطه تبدیل شوم. مؤسسه ترجمه جک به موفقیت تجاری دست پیدا نمی‌کنه و شکست می‌خوره. شاید براتون عجیب باشه بین جک مایی که یک معلم بوده و دفتر ترجمه داشته چه ربطی هست با جک مایی که یک کسب و کار بزرگ اینترنتی رو راه میندازه. جک ما برای اولین بار توی سیاتل با اینترنت آشنا میشه. البته قبل از اون هم به وسیله یکی از همکاراش یه چیزایی در رابطه با اینترنت شنیده بوده ولی خب از نزدیک با اون آشنا نشده بوده. جک در سیاتل در خانه یکی از دوستاش اقامت میکرده و توی اونجا با شخصی به اسم استوارت تراستی آشنا میشه که یک شرکت مشاوره اینترنتی داشته. تراستی در رابطه با اولین آشنایی جک با اینترنت میگه من به اون نشان دادم که اینترنت چیست. در آن زمان اینترنت بیشتر شبیه به یک دفترچه راهنمای اطلاعات برای دولت و شرکت‌ها بود، اما به نظر می‌رسید که جک به هیجان آمده باشد. جک ما تا قبل از این که به سیاتل بره حتی کامپیوتر رو لمس هم نکرده. خودش میگه اولین باری که بهش دست زده توی سیاتل بوده.
اونقدر براش جذاب بوده که همون موقع تصمیم میگیره کار معلمی رو کنار بذاره. خود جک ما میگه من در آمریکا اولین بارهای زیادی رو تجربه کردم. اولین بار سفر به سیاتل، اولین بار که به رایانه و صفحه کلیدش دست میزدم، به اینترنت متصل میشدم و اولین بار که تصمیم گرفتم معلمی را کنار بگذارم و یک شرکت را اندازی کنم. دوستم استوارت گفت جک، این اینترنت است. تو میتوانی هر چیزی را از طریق اینترنت پیدا کنی. به او گفتم جدی میگویی؟ و برای اینکه حرف او را امتحان کنم واژه مربوط به نوشابه خاصی را جستجو کردم. واژه ساده‌ای بود. نمیدانم چرا این را جستجو کردم. من نوشابه را جستجو کردم. من نوشابه آمریکایی و نوشابه آلمانی را پیدا کردم ولی خبری از نوشابه چینی نبود. کنجکاو بودم. به همین دلیل واژه چین را وارد کردم. اصلاً خبری از چین نبود. هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. با دوستم صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا چیزی درباره چین درست نکنیم. پس ما با همدیگر یک صفحه بسیار کوچک و تقریباً زشت برای شرکت ترجمه خود درست کردیم. به این ترتیب یک سایت برای مؤسسه ترجمه بدون هیچ عکس و تصویری ساخته شد. تنها چیزی که در صفحه وجود داشت شماره تلفن و بهای ترجمه بود. ما ساعت 9:40 صبح آن را راه اندازی کردیم و ساعت 12:30 یکی از دوستانم زنگ زد و گفت جک 5 ایمیل دریافت کرده ای. در واقع 3 ایمیل از آمریکا، یکی از ژاپن و یکی از آلمان دریافت کرده بودم. حالا استوارت از جک یک ودیعه $200,000 میخواد تا در عوض اون حق انحصاری ساخت صفحه‌های وب به زبان چینی رو به جک بده. اما جک واقعا هیچ آهی در بساط نداشته و حتی برای سفر به آمریکا هم پول قرض کرده بوده. با شنیدن این ماجرا که جک ما واقعا هیچ پولی نداره، استوارت حاضر میشه که قرارداد رو بدون هیچ ودیعه و پولی با جک ما امضا کنه، به شرط اینکه توی اولین فرصتی که جک ما تونست تموم اون پول رو پرداخت کنه. حالا جک مونده بود یک برگه قرارداد و $200,000 بدهی تسویه نشده و یک جیب خالی که باش نمیتونست حتی برگرده به چین. جک به کمک یکی از دانشجوهای چینی که از قضا همشهریش هم از آب در میاد برمیگرده به چین. بعد از این جک تصمیم میگیره که یک کتابچه راهنمای اینترنتی به اسم آنلاین یلو پیج راه اندازی کنه و اسم شرکت و کسب و کار خودش رو هم میذاره چاینا پیج. اون شغل معلمی خودش رو به صورت کامل کنار میذاره و وارد این کسب و کار جدید خودش میشه. بعد از اون به خاطر یک سری مشکلاتی که دولت چین براش به وجود میاره توی دردسرهای بزرگی میفته و بعد از اون کم کم مشکلات مالی هم به سراغش میاد. تا جایی که حتی نمیتونه حقوق کارمندهای خودش رو پرداخت کنه. از طرفی وبسایتی که داشته بسیار ابتدایی بوده و فقط یک سری محصولات رو از شرکت‌های مختلف چینی به نمایش میذاشته و نمیتونسته محصولی رو به صورت مستقیم به خریداران و بازدید کننده های سایت بفروشه. مشکلات مختلفی که براش به وجود میاد توی این کسب و کار باعث میشه که جک مجبور بشه 70% از شرکت خودش یعنی چاینا پیجز رو به یک شرکت دولتی واگذار کنه. ولی همچنان مدیر عامل بوده. این روند کند و بد همینطور پیش میرفته تا جایی که به خاطر مشکلات مختلف دیگه باعث میشه بقیه اون 30% رو هم واگذار کنه و تحویل اون شرکت دولتی بده و صندلی مدیر عاملی رو رها کنه. بعد از این شکست دوباره توی کارآفرینی، جک رویای کارآفرینی خودش رو کنار میذاره و میره توی یکی از واحدهای وزارت بازرگانی خارجی چین و مشغول به کار میشه. این ماجرا چند سال ادامه پیدا میکنه و همینطور یک کارمند باقی میمونه تا اینکه دوباره تصمیم میگیره بیاد و یک شرکت جدید و یک کسب و کار جدید رو بعد از 4 سال یعنی سال 1999 راه اندازی کنه. 17 نفر از دوستان خودش رو دعوت میکنه و ایده خودش رو برای اونها توضیح میده و اونها رو متقاعد میکنه تا بیان و روی این کسب و کار جدید سرمایه گذاری کنه. به همین شکل علی بابا راه میفته. علی بابایی که یک وبسایت هست و به صادرکننده ها اجازه میده که فهرست کالاهای خودشون رو روی وبسایت علی بابا ثبت کنن و به طور مستقیم این کالاها از طریق سایت به فروش میرسه. جک ما توی کسب و کار جدید خودش
یک امکان خیلی خوبی رو به وبسایتش اضافه کرده بود و اون فروش مستقیم محصول به خریداران بود. توی وبسایت قبلی این امکان وجود نداشت. با همین امکان و با کلی سعی و تلاشی که جک ما انجام داد و به وسیله اون هوش خیلی زیادی که داشت، تونست یکی از ارزشمندترین و بهترین کسب و کارهای دنیا رو راه اندازی کنه. ممنون میشم که ما رو لایک کنید، چرا که با لایک کردنتون واقعا به ما انرژی میدید، و همینطور دعوتتون میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید.